من 67 ساله با 10 سال تجربه با داشتن یه همچین موی بلند و پرپشتی میخوام بگم داشتن یه همچین موی هیچ کاری نداره، چون منم مثل تو تمام روش ها رو هم هزینه کردم هم امتحان کردم تا آخرش رسیدم به یه دونه روغن جوری موهامو پرپشت کرده که هر جا میرم باید ثابت کنم که موهام کلاگیس نیست. هم ریزش موهاتو قطع میکنه، هم موهاتو پرپشت و قشنگ میکنه. فقط کافیه به من اعتماد کنی تا آخر عمرت نتیجهش رو میبینی. هیچ دکتری دوست نداره تو توی خونه بتونی موهاتو درمان بکنی، چون به ضررش تموم میشه. اما من بهت میگم این روغن رو استفاده کن. اگه نتیجه نگرفتی بیا 3 برابر هزینه‌ای که کردی رو از من بگیر، من بهت میدم. برای اینکه این پست به دست همه برسه اول ذخیرش کن و برای 5 تا از دوستات بفرست. بعد کلمه روغن رو برام ارسال کن.